درود، وقت بخیر. به این ساعت خبر از یک با من ارزلا درانی خوش آمدید. فرماندهی امنیه ولایت بغلان گفته که بر اثر برخورد دو موتر کوچک مسافربری 3 تن به شمول 1 زن و 1 کودک جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه فرماندهی امنیه ولایت بغلان، زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه پلخمری منتقل شدند. کار اجرایی یک شبکه آبرسانی در ولسوالی انجیل ولایت هرات با هزینه بیش از 5.3 میلیون افغانی آغاز گردیده است. به گفته دفتر رسانه‌ای مقام ولایت هرات، با تکمیل شدن این پروژه نزدیک به 256 خانواده در این ولسوالی به آب آشامیدنی سالم دسترسی خواهند یافت. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء اعلام کرده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، قرار است امروز در ولایت هرات با رشید مردوف، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان و هیئت همراه وی دیدار و گفتگو کند. رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که در جریان عملیات روز گذشته جنبش آزادی بخش بلوچ در بخش‌های گوناگون ایالات بلوچستان 15 سرباز پاکستانی جان باختند. بر بنیاد گزارش‌ها در این درگیری‌ها 92 تن از اعضای جنبش آزادی بخش بلوچ نیز کشته شدند. گفتنی است که جنبش آزادی بخش بلوچ روز گذشته از آغاز یک عملیات علیه دولت اردوی پاکستان در بلوچستان خبر داده و در نخستین روز این عملیات حملات گسترده ای را بر مراکز دولتی و نظامی در چندین شهر به شمول کویته انجام داد. مسئولان وزارت ارشاد حج اوقاف امارت اسلامی میگویند در سال روان مطابق سهمیه افغانستان برای مناسک حج 30,000 نفر با در نظر داشته همه سهولت‌ها برای ادای فرضی حج رهسپار عربستان سعودی میشوند. مسئولان همچنان گفتند که مصرف هر یک از اشتراک کننده فرضی حج امسال به کمتر از 270,000 افغانی میرسد که به تناسب سال گذشته نزدیک به 16,000 کاهش در هزینه حج را نشان میدهد. گزارش بیشتر با سعدالدین حکیمی. آمادگی های وزارت حج و اوقاف برای 30,000 افغان که برنده قرعه کشی برای اشتراک در مناسک حج امسال شدند. مسئولان این وزارت در برنامه درباره اشتراک افغانها در مناسک سال جاری معلومات ارائه کردند. به گفته آنان، سهمیه افغانستان امسال نیز همانند سالهای گذشته 30,000 نفر می باشد که این وزارت همه سهولت‌های لازم را از آغاز انتقال اشتراک کنندگان به عربستان سعودی تا پایان مناسک حج و دوباره انتقال حاجیان از آن کشور را تنظیم کردند. د سعودي عربستان لخوا د افغانستان اسلامی امارت ته د 1440 هجری قمری مطابق 1415 هجری شمسی کال لپاره د حج د راکړل شوي سهمیې پر اساس په ښه ډول د حج مناسکو د ادا کولو لپاره د هیواد دننه او په سعودي عربستان کې د لازمو اسانتیاو برابرولو سعودي عربستان ته د حاجیانو د منظم لیږد او رالیږد او نورو اړوندو خدماتو وړاندې کولو قراردادونه ترسره کړي. مسئولان در این برنامه میگویند مصرف کلی هر اشتراک کننده در برنامه حج امسال به 266,400 افغانی میرسد که این رقم سال گذشته به 282,090 افغانی میرسید. آنان گفتند با در نظر داشته وضعیت اقتصادی مردم توانستند مبلغ 15,690 افغانی را برای هر اشتراک کننده کاهش دهند. په هیواد کې دننه او په سعودي عربستان کې په شفافه توګه د ټولو اړوندو قراردادونو په ترسره کولو او له ډیر غور او دقت وروسته او د غیر ضروري مصارفو څخه په مخنیوي سره سکال د 1 تن حاجي لګښت سکال د 1 تن حاجي لګښت 2,680,000 او 400 افغانی. مسئولان در این برنامه گفتند آنان در راستای بیشتر کردن سهمیه اشتراک کنندگان مناسک حج از افغانستان با عربستان سعودی گفتگو کردند که به گفته آنان به اساس نفوس کشور در سالهای آینده سهمیه افغانستان از 30,000 نفر به 45,000 نفر خواهد رسید.
دوی ته بیا چې مطالبه مو ځنې کړې، غوښتنه مو ځنې کړې، تقریبا د 3 میلیونه پورې موږ خپله احصایه دوی ته ښودلې ده. نو انشاءالله العزیز که زیادت پکې راځي نو 300,000 تا یا 15,000 تا بنا بر احصایه موږ سهم که امید شده دی چې زیادت پکې راشي. با اساس معلومات مسئولان وزارت ارشاد، حج و اوقاف، مصارف کلی اشتراک کنندگان کشور در ادای فریضه حج امسال نزدیک به 8 میلیارد افغانی می رسد و نزدیک به 500,000 افغانی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ارسال ناوگان‌های زیادی بر ایران خبر داده و تاکید کرده که اتفاقات هیجان انگیز در راست. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نشست در ترکیه گفته که واشنگتن از طریق مرجع‌های گوناگون برای گفتگو با ایران خبر داده است و جمهوری اسلامی خواستار مذاکره منصفانه است. همکارم ندیم بهرام. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه با خبرنگاران گفته است که کشتی‌های زیاد نسبت به ونزوئلا به سوی ایران فرستاده و تاکید کرد که اتفاقات هیجان انگیزی در راه است. ناوگان‌های عظیم به سمت ایران در حرکت است و این ناوگان بزرگتر از کشتی‌هایی است که به سمت ونزوئلا روانه کرده بودیم. امیدواریم با ایران به یک توافق برسیم. اگر نرسیدیم خواهیم دید که چی می شود. شرایط هیجان انگیز خواهد بود. با گزارش خبرگزاری آکسیوس، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در نشست توجیهی خصوصی در واشنگتن هشدار داده است که اگر امریکا تهدیدهای خود در برابر ایران را عملی نکند، تهران از قبل جسورتر و قویتر خواهد شد و تاکید کرده است که عقب نشینی امریکا بعد از هفته‌ها هشدار می‌تواند به تقویت و موقعیت ایران منجر شود. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که نیروهای ویژه سپاه پاسداران ایران در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا از پایگاه‌های موشکی و هسته‌ای این کشور دفاع کنند. با این حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نشستی در ترکیه گفته که واشنگتن بارها از مرجع‌های گوناگون خواهان مذاکره با ایران شده و افزوده که کشورش مشکلی با گفتگو ندارد، اما این گفتگوها نمیتواند با تهدید آغاز شود. نتایج مذاکره در میز مذاکره روشن میشه، نه قبل از مذاکره. اگر یک طرف بخواد خواسته های خودش رو از قبل تحمیل بکنه، این دیگه اسمش مذاکره نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچگاه وارد چنین مذاکراتی نمیشه. مذاکراتی که همراه با تهدید باشه اسمش مذاکره نیست و ما وارد چنین مذاکراتی نمیشیم. همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود. محمد باقر قالیباف رئیس شورای اسلامی ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم گفته است که ترامپ باید بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های غلط پیش نرود و تاکید کرد که ایران در طول تاریخ نشان داده است که هرگز تسلیم اجنبی نشده است. رئیس جمهور ترامپ با اطلاعات غلط تحلیل غلط نکنه و تصمیم اشتباه نگیره و مسیر غلط گذشته‌اش رو ادامه نده. ملت ایران در طول تاریخ نشان دادن که هرگز تسلیم اجنبی در تصرف وطنش در زیر بار ظلم و اینکه پا روی عزت ایرانی بگذاره هیچ وقت تسلیم نشده. این تنش‌ها در حال بالا گرفته است که امریکا با استفاده از تهدید و ارسال ناوگان‌های بزرگ به سمت ایران اصرار بر توقف کشتار معترضان و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را دارد. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما گردید. وقت بر شما خوش. الله نگهدار.